حضرت معاذ ابن جبل که یکی از صحابی های خیلی بگیم جلیل القدر ده بسیار بسیار حیات پیامبر ده حضرت ها گوییم دیگر از دیدار پیامبر اینها سیر نمی کردن از صحبت پیامبر سیر نمی کردن تا زمانی که آیت قرآن آمد که مقصد نزد پیامبر ترک کنیم مقصد ایره اخیری گردی ایره نگیریم ایره مقصد بگذاریم که این مسئولیت را به ذمه‌اش ایره ما امر کردگیم که تمام آن آیت هایی که ما میفرستیم به گوش مردم رسانه شما مقصد روزی دراز وقتی نزدیک این میشینین و گوییم خاندان ایره ترک نمیکنین برای پیامبر بسیار یا مشکلات دیگر ایجاد می شود برای همین حضرت گفتن که شما الله مهربان گفت که مقصد پیامبر وا بگذارید تا اون مسئولیتی که به ذمه داره خلاص اجراش کنه حضرت معاذ هم برادر عزیز از همون صحابه هایی بود که دوستدار خاندان پیامبر بود و اینها بسیار بسیار گویم در راه دین زحمت ها کشیدند بسیار مهنت ها کردند و الله مهربان هم از ایشان راضی باشه یک حدیثی را برادرای عزیز از نام پیامبرمان میارد که پیامبرمان از نام الله این حدیث را گفته است یعنی حدیث قدسی است گفت که من از پیغمبر شنیدم و پیامبر میگفت که یقول الله عز و جل خدای مهربان گفته بود است که وجبت محبتی للمتحابین فیه وللمتجالسین فیه وللمتزاورین فیه وللمتبازلین فیه ایرا جناب امام مالک در موطأش با اسناد صحیح این حدیث میاره حتی حضرت امام احمد هم میگه در مسندش حدیث آورده است با اسناد صحیح برادرای عزیز و گرامی اصلا این حدیث منم با خاطر آنی که بیاین اسیسم شنیدم بچه ها همه جور شما بیاین حاجی بابا بالا بیاین شما همین دادر ما حقیقتا عبدالرحمن یک بچه محیب است بسیار دوستدار برادرای یگان که مبالغه و یگان مثال چی بگیم تعریف و توصیف نه چیزی را که ما چندین بارها در همینجا بگیم نان و آبی همین خاندان خوردیم بسیار این اولاد اصلا خودشون همشون آدمای همین خیلی با محبتن بسیار با مهرن خدای مهربان حفظشون کنه که هم یک نعمتی هست که الله به اینها داد است شما میدونید که میگه پیامبر نازنین میگه که المرء مع من احب کسی را در دنیا دوست میداری دان که فردای قیامت در پهلوشی یعنی پهلوی کسی را در دنیا دوست داشتی هم پهلوی همون در روز قیامتی اگه شما برادرها یک اندیشه کنید که وقتی شما الله را دوست میدارین پیامبر را دوست میدارین بگیم علما را دوست میدارین آدمای با تقوا را دوست میدارین وقتی اینهایی را که شما دوست میدارین روز قیامت همون همینهایی این حدیث هم همون را بیان میکنه میگه وجبت محبتی للمتحابین فیه الله مهربان گفت که واجب شد یا لازم شد بین محبت من برای آن کسانی که یکدیگر را به خاطر من دوست بدارند برادرای عزیز ولی شما همین چیز اگر اهمیت داده باشید ممکن من خیلی گمانم خطا هم باشد این گمان است لیکن شاید گمانم درست هم باشد همین روزها به خاطر خدا دوست داشتن قریب که به نظر نمیرسد بله بله یک نفر به خاطر خدا دوست بدار این
به خاطر خدا دوست داشتن با گمان ما که من گمان خود من گفتم که قریب که برادر عزیز همین چیز دیگر نمانده است که یک کس ما به خاطر خدا دوست داره. و یک قصه را میارن در همین چی خواندم در اینترنت، میگه یک آدم آمد پیش یک تربوز فروش آمده گفت که اکا گفت بسیار کمبغلم نادارم به خاطر خدا یک تربوزم بده. میگه دیگه این سوداگرم تا نگاه کرد یک تربوز چکی من گرفت میگه او دادش گفت من. بعد میگه گفت برادر عزیز اگه اینه سوما بگیره اینه 50 سومان بگیره در نام 50 سومان یگان تربوزم بده. میگه 50 سوما که گیره یک تربوز کلان ندادش. بعد میگه همین مرده گرفت هر دوشه همین اول کلانم کرد پرتاف میگه آسمان در گفت پروردگارا اینه به خاطر پول بود، اینه تربوزچه میده کشان گفت هوا دا پرد اینهش گفت به خاطر تا. یعنی برادر عزیز وقتی خاطر خدا اینه که در برابر خاطر پول چگونه ای. برای همین ولی نه تنها مثال خاطر خدا را الله مهربان اگه توفیق مبته قریب که ای تمام نظر من و فکر من دور کردگی ما نمی یک کس هم حاضر اگر با حقیقت قطعیم که بگه بابای جی به خاطر خدا یکان خوبچه آرده پول شبتیم باور کنیم دیگه همون خاطر خدا گفتگی هم دیگه به نظر من نمیرسه، همین را قدر نمیکنیم. برای همین بین الله چی گفت؟ گفت کسی اگر به خاطر من نفری را دوست داشت گفت بین لازم شد محبت من بر همون انسان. تو یک کس به خاطر خدا دوست داشتی الله میگه من ترا دوست داشتم. و اگر الله دوست داره برادر عزیز دیگر دنیا و آخرتت همه نیکه همه خوبه، هم دنیات هم آخرتت برای که ترا الله دوست میداره. این برادر عزیزی خیلی خیلی چیزی بسیار یک چیز تعجبه که وقتی الله دوستت بداره. برای همین دوست داشتن به خاطر خدا. ولی ما حدیث داریم میگه روز قیامت الله میگفته است که این المتحابون فی جلالی که بیارین اون میدان قیامت های الله میدانه ای سیری همه ما آگاه است که همون کسایی که در دنیای دیگر به خاطر من دوست داشتن که بیارینشون و چی مقداری را که اگر پیدا کنن الله مهربان میگفته است یوم ازلهم فی الظل یوم لا ظل الا ظلی. انا که امروز روزی هست که من اینها را در زیر یک سایه در زیر یک راحت جا میکنم که مقصد این خیل راحت و این خیل سایه در این روز بغیر همیشه در یگان جا نیستیگن. این برای کیا؟ برای نفرایی که در دنیا یک آدم و به خاطر خدا وقتی تو دوست میداری. یا میگه روز قیامت برای آن کسانی که یکدیگر را به خاطر الله دوست داشتن میگه لهم منابر من نور یغبطهم النبیون و شهدا. برادرای عزیز منبرش میداده خداوند منبر، ولی ببین منبری از نور. منبری از نور چیه؟ اینا منبری از چوب میکنن، از آهن میکنن، از سنگ میکنن، ممکن از طلا هم منبر میکنن، دیگه ای نور هیچ کس منبر ساخته نمیتونه. الله میگه فقط این منبر نور من میکنم. اینم برای کی؟ برای نفرایی که در دنیای دیگر به خاطر خدا دوست داشتن. این دوست داشتن میگه حتی پیامبرها و شهدا رشکشون میبرده وقتی اینها را میدیدن مثال قدر مرتبه شونه میفته یو کیان مقصد مثل ما خدمت کردن که در راه خدا ما جان ما ندادیم، یا رنگ ما مثال عنوان داشتن پیامبر که امروز یا اینقدر قدر دارن. الله میگه یا کسانی در دنیا دیگر به خاطر من دوست داشتن دوست میداره، این قدر زیافت میکنن،
دعوت میکنه محبت میکنه همین به خاطر خدا های و ایلو بیچاره من همی عبدالرحمن باور کنیم ای سال به ای سال یا که اگر در یک سال 2 بار 3 بارم بینم هیچی از ما چی میرسه عبیده فقط بیاین در همی خانه ما پیاله چای بگیرین در حقم دعا کنین دوستان میدارم احترامتون میکنیم مثال بیاین دسترخوان ما بشین ولی المتجالسین فیه الله ربی میگه اگر به خاطر من شما نشست آماده کنین همه اهل نشست دوست میدارم یک نشست به خاطر الله یعنی فقط هیچ هم دسترخوان پرت افتم بهترین عمل دادن طعام به خاطر آنه که همین نشست ما را الله مهربان در محبتش که میگیره من فیراد میکنم هم یک 4 همسایه من میشینیم و مقصد از نعمتهای الله مهربان یاد میکنیم یکان اگر واعظ داشته باشیم یکان دعوتگر داشته باشیم میاریمش برای مردم یک حدیث معنا میکنه الله مهربان گفت که از برای من نشستگی رو هم دوست میدارم کسی به خاطر من بشینه برادرای جدا یک چیز دیگر هم استثناء کردن در کار ما یک کسازی به خاطر پولش دوست میداریم بینین یک کسا برای خاطر منصبش دوست میداریم یک کسا به خاطر بچه فلانی و فای دوستش میداریم یا برای همنشین شیدن که میبینیم مثال در اما همنشینی برای ما چی منفعت میرسه ما جهت های دیگرش هم باید که در ذهن بگیریم که این بیهوده در این پاداشای بزرگی را که من گفتم اینها با آسانی به دست نمیاد این عقیده را در این راز توری کردن و تمام محبت در این خیلی محفل مثال بخشیدن هم این هم خیلی وقت در کار توفیق در کاره ولی متظاهرین فیه دیگر گو الله مهربان که کسی را هم به خاطر من زیارت برای بینین بر من لازمه که من ترا دوست بدارم من گفتم این چیزایی هستن برادرها که اینا قریب که دست رفتگی هم یک کس برای خاطر خدا برام زیارت کنم یا برای مقصد زیارت میکنیم یا دعا میگیریم یا اون نصیحت مون میکنه یک مثال کار داریم یا برای کار مونده دعا میکنه بین برای زیارت میرفتگی ها هم الله میگه به گردن من لازم که من او بنده را دوست بدارم و در اخیر گفت ولی المتبازلین فیه کسانی که برای خاطر من هم صدقه میکنن اونها را هم دوست میدارم ببین کسی خرج میکنه کسی خراجات میکنه کسی صرف میکنه برای خاطر من که در همین مقصد خراجات من در همین مثال آب و نان من ببینید خاطر من را پیش میاره که من ثواب بگیرم الله میگه این گونه بنده ها را دوست میدارم خلاص همش برادرای عزیز این 4 چیزی را که در حدیث آمده است همش معناش همیه که همه کارمون به خاطر الله باشه به خاطر رضایت الله باشه به خاطر خوشنودی الله باشه به خاطر مقصد رضایت الله باشه انا او حالت در برادرای عزیز دیدیم که در عوضش الله مهربان ما را دوست می‌داره در عوضش برای ما بسیار اکرام میکنه در آخرت اینها را هم برادرها در ذهنتون بگیرید و این نفرایی که برای دوستداری ما مهم بوده از دوست بداریم نفرایی که برای زیارت چون در کار زیارت هم بریم اگر دست میرسیدگی باشد به خاطر الله مهربان احسان کنم خیر کنم خدا خواهد اینها هم مقصد هم دستگیر دنیا میشه و هم آخرت میشه خداوند بازم در این خاندان فیض و برکات نازل کنه آفت و بلا را دور گردونه بازم محبت و میل و خواهش این خاندان به سوی دین خدا زیاد بگردونه خدومی همه شما در برادر عزیز الله مهربان دعا میکنیم که حسنات نویسه و مرادها و مطلوبها و مقصودات و الله مهربان حاصل کنه بازم میل خواهش و محبت ما و شما را به دین خدا با زیاد بگردونه اینجای بچه‌ها و دخترچه‌های میده ای که نشستن این هم انشاءالله همه محبت هم
майда худой мehriban oyandorshuna nek nav dodar chakkoy mora khohar chakkoy mora khudovand ahli tawfiq ahli hidayat shon bigardona Allahumma a'inna ala zikri wa shukri wa husni ibadatik amin ya rabbal alamin.